سلام، من جواب بازمون وکالتم اومده و دارم ببینم نتیجه چی شده. با من همراه باشید. انسان در یک نگاه میتونه عظمت و قدر خودش رو بشناسه و از قناعت‌ها و سستی‌هاش آزاد بشه. اون میبینه که تمام هستی به او منتهی شده و در تسخیر او هستند. همه به او رسیدن. اون میبینه که از سنگ، از خاک، از خورشید، از شاخه‌ها و درخت‌ها جلوتره، اما نه جوششی داره، نه رویشی، نه جنبشی، نه شکوفه‌ای و نه کوششی. سنگ‌ها فجر داشتند و شکافته شدند، اما من فجری نداشتم و نجوشیدم. خاک‌ها این همه رویاندند، اما من رویشی نداشتم. خورشیدها این همه حرکت و جنبش، این همه بخشش و دهش داشتند، اما من هیچ نوری و حرارتی، هیچ شوری و جنبشی نیافریدم. وقتی هنگام بهار به باغ می رفتم و شاخه ها رو غرق در شکوفه می دیدم، راستی شرمم می اومد که چندین بهار بر ما گذشته و ما هنوز چوبیم، ولی چوبهای مرده شکفتند و در گل غرقند. این دیدارها و مقایسه ها انسان را از قناعتها و سستیها و تنبلیهاش جدا میکنه و اونو به جریان میندازه. همین که همتها عالی شدند و خواسته ها و اهداف ها فراتر رفتند، جوشش ما زیادتر میشه و نهفته ها و پنهان ها ظهور پیدا میکنن. کسی که خواستهش و اهدافش دم دستش هست حتی از پاهاش هم استفاده نمیکنه، ولی اگر خواسته هاش دورتر شد از جا بلند میشه و راه میفته. توجه به ارزش ها و عظمت ها به انسان همت میده و همت ها اونو به جریان میندازه و استعدادهای مدفون و مردش رو بیرون میریزه و زنده میکنه.